کلاً کارمون حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای بود. فاینایت المنت رو یاد گرفتیم، اومدیم سراغ فاینایت والیوم، گفتیم برای ساختارهایی که کرواندری هستن باید از این روش استفاده کنیم مثل فاینایت والیوم. یه معادله رو اومدیم حل بکنیم. از ساده ترین معادله رو شروع کردیم. یه معادله یک بعدی بودش، وابستگی به زمان داشتش، حالت دی به دی تی داشت، اونو در نظر گرفتیم و جمله های دیفیوژن داشتیم و جمله ادوکشن داشتیم. اومدیم ببینیم که هر کدوم از اینا رو با چجوری برخورد بکنیم. رسیدیم به اون قسمتی که باید یه یه پارامترهایی داشتیم که داشتیم به دستش می آوردیم، اون پارامترها رو باید گسسته سازیش می‌کردیم. روش‌های مختلف گسسته سازی اومدیم در موردش صحبت کردیم. آخریش روشی بود که جلسه پیش گفتم که بهش گفتم روش قانون توانی بود که شکل بهتر شده روش هیبریدی بودش که روش هیبریدی هم خودش میومد تقریب میزد اگزکت سولوشن منو، حل دقیق من. حالا این جلسه میخوام بیام چی کار بکنم؟ میخوام بیام روش کلی عمومی در موردش صحبت کنم. بهش میگم generalized formulation. خب این بخش توی چی کار میکنه؟ میاد همه روش‌هایی رو که من قبلا یاد گرفتم در قالب یک فرمولاسیون کلی به من میده. یعنی من یه فرمولاسیون کلی به دست میارم، یه A و B دارم، یه ضریبی رو به دست میارم، میگم تو ضریبت فلان باشه روش سنتراله، تو ضریبت فلان باشه روش آپوینت هستش، ضریب فلان باشه روش هیبریدی هستش. میخوام بیام اون فرمالیسم رو بیام به دستش بیارم، ببینم که چی هست که بقیه‌شون میان تو این قالب فیت میشن. خب شروع کنیم. دوباره همین ساختار یک بعدیمون رو در نظر میگیریم. یه نقطه آی دارم، یه نقطه آی به علاوه یک که حالا اینو اون پارامتری که دارم براش مسئله حل میکنم، برفرض میتونه فی که دارم حرارت من باشه. میام برای آی فی آی در نظر میگیرم، آی به علاوه یک فی آی به علاوه یک در نظر میگیرم. این فاصله بین این دوتا رو دلتا در نظر میگیرم و جهت به حرکت سیال هست، هر چی هست، ادوکشنم رو به سمت راست اومدم در نظر گرفتم. یادم هستش که من اومدم یه دونه فلاکس کلی تعریف کردم، یه جی رو تعریف کردم، گفتم جی رو چی تعریف میکنم؟ میشه اف بی قسمت مربوط به ادوکشن یا همرفتم بودش، یه قسمت هم داشتش گاما رونده فی به رونده ایکس که بهش میگفتم قسمت مربوط به دیفیوژن یا پخشم هستش. یه عدد پکله‌ای تعریف کرده بودم که میشد رو یو، حالا اونجا ال گفته بودم به گاما، رو یو همون اف من بودش و یه دی هم تعریف کردم که دی گاما به حالا ال یا تو اینجا میخوام بنویسم دلتا من هستش. خب من میام تو این قسمت الی که دارم، این طوله بود دیگه، یادتون باشه اونجایی که داشتم در مورد عدد پکله و اینو صحبت میکردم گفتم فاصله بین این دوتا حالا دلتا ایکس بود، اونو اومدم به جای این ال در نظر گرفتم دیگه. حالا اینجا اومدم فاصله رو من دلتا در نظر گرفتم. پس این رابطه هایی که دارم این میشه گاما به دلتا. میام یه جی استاری رو تعریف میکنم، میام جی استار رو اینجوری میگم که هر جی ضرب در این دلتا تقسیم بر این گاماه. این کارو که بکنم انگار که میاد این اف دلتا فی به
گاما ضرب میشه این ورم یه گاما دارم اینو به این صورت می‌نویسم. من یه گاما اومدم تقسیم کردم، یه گاما توی صورت اینجا دارم و یه دی هم دارم که من به صورت گاما به دلتا میام تعریفش میکنم. یعنی الان من میتونم این رابطه رو به این شکل بنویسم، میشه این پکل ظرفی منهای دی فی به دی ایکس دلتا. خب من یه خط کنترل داشتم خط کنترلی من داشتم این وسط خدا شکرش کنم می نویسم من میخواستم همیشه تو این فی که وسط بود یا وسط بود، حالا به هر سمتی میتونستش این بایاس داشته باشه دیگه برفرض، میگم این باید یه ترکیبی خطی از فی قبلی و فی بعدی من باشه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم که فی در سطح کنترلم، این فی که دارم فی در سطح کنترل خطی میانگین وزندار این دوتا پارامتر هست، فی آی علاوه یک و فی آی هستش. پس من میتونم بیام به جای این جی استاره بنویسم جی استار میشه عدد پکله در یه آلفا فی آی علاوه یک منهای آلفا در فی آی علاوه یک. این اندیس آلفای چی؟ پی ای بوده؟ آره این پی ایه، چرا آلفا پی ای هستش. این برای قسمت ادوکشن من اینجوری نوشتم، برای حالتی که مقدار روند فی به روند ایکس دلتا رو دارم می‌نویسم، میگم یا در سطح کنترل اینجوری میتونم بنویسم، در سطح کنترل به شکل زیر محاسبه میکنم. میگم که وقتی که فی من اینجوری میانگین وزندار هستش، مشتق فی من که میشه این فیه منهای حالا یا قبلی یا بعدی تقسیم بر اون فاصله، که اون فاصله که دلتا هستش هم خودش یه مضربی از این دلتا هستش. این فاصله که اینجا دارم یه مضربی از این دلتا هستش دیگه. میگم من میتونم این مشتقه رو هم به این صورت بنویسم، بگم این روند فی به روند ایکس به روی دلتا میشه یه بتایی در فی آی علاوه یک منهای فی آی. اینو من میتونم بگم دیگه، چون اینا همشون وابستگی به فی آی و فی آی علاوه یک دارن. پس این منهای قبلی یا منهای بعدی تقسیم بر اون فاصله که خودش ضریبی از دلتا هست، انتظار دارم یه همچین چیزی باشه، حالا بی هر چی میتونه باشه. خب دلتا هم آوردم اینجا تو مخرج که دیگه اینجا این ساده بشه، یعنی آره، چون من اینجا
یه پکله دارم ضرب میشه دیگه، یه دلتایی که اصلا معلوم نیست چی هستش و من دیگه نداشته باشم. دلتا یه کمیتی هستش که هر چی میتونه باشه دیگه. من حالا پکله ولی خب برای عدد پکله برای سیال مشخص هستش که من نمیخوام یه چیز خیلی المانی که مشخص هست توی محاسباتم بمونه. ترجیح میدم بیام اینجوری بر حسب بی بنویسم این رابطه هایی که دارم. پس این شدش این منهای بتا فی آی به علاوه 1 منهای فی آی. خب از یه آلفا و بتایی داریم که ضرایب بدون بعد و تابعی از عدد پکله هستن. نه این من بیام اینو ساده سازی انجام بدم با کمی ساده سازی. حالا کمی که چند من میتونم بیام ضرایب فی آی ها رو یه جا نگه دارم، میشه به علاوه بتا. این یکی هستش، این هم هستش در فی آی. اون برام میتونم ضرایب فی آی به علاوه 1 کار یکی نگه دارم. دو تا پارامتر دوباره میام تعریفشون میکنم، بهشون میگم بی و آ. یعنی من میام جای استا رو مینویسم بی فی آی منهای آ فی آی به علاوه 1. حالا جدا از این که این آ و بی که خودشون تابعی از پکله هستن مقدارشون چی هست یا تابعیتشون چی هست، من کلا میام اینو میذارم بی، اون یکی هم میارم میذارم آ. حالا من ضریب ما رو منفی در نظر گرفتیم. برای اینکه در ادامه مشخص بشه. آره، چون من دارم میگم که یکی میخوام بیام در مورد مرزهایی که جریان ازش عبور میکنه ثابت هستش بیام صحبت کنم که حالا آمنهای بی رو میخوام بیام مساوی با یه مقداری بذارم. اینا اختیاریه دیگه. حالا من میتونم یه علاوه بذارم ولی تا کل حالا اون چیزایی که میخوام یه منفی توشون متفاوت هستش. این حالا نمادگذاری بهتری هستش. برای A و B من میتونم دو تا خاصیت در نظر بگیرم. از روی این خاصیت ها میتونم بیام یه خواصی رو بین از روی خاصیت ها میتونم بیام یه رابطه یا بین اینا نشون بدم، اینکه A با B چه رابطه ای رو داره. الان میخوام بیام اون دو تا خاصیتی که برام مهم هست و در موردش صحبت بکنم. اولین خاصیتی که هستش حالتیه که فی آی هم مساوی باشه با فی آی به علاوه 1. اولین خاصیت برای A و B. وقتی که دما توی اینجا با دما فی رو برفرض کنید دما هست، دما تو نقطه آی با دما تو نقطه آی به علاوه 1 یکی هستش، این به من نشون میده من دیگه پخش ندارم. نه، چون پخش از جنس گرادیان بود، ادوکشن از جنس خود همین اون یو بود دیگه اختلاف چیزی رو نداشتیم. رویو در فیه بود، ادوکشن از جنس خود فی بود ولی دیفیوژن از جنس گرادیان بود. پس تو این حالت من دیگه دیفیوژن ندارم. هر چیزی که چگالی جریان کلی که اینجا نوشتم این دیگه این صفر هر چی هستش از این جمله ادوکشن برام من میاد. پس من اینو میتونم بنویسم که جی استاری که دارم مساوی هستش با پی ای فی آی. از طرفی گفتم فی آی هم با فی آی به علاوه 1 یکیه، یعنی این هم برابر هستش با پی فی آی به علاوه 1 من.
حالا فرض کردیم این دوتا فیا با هم برابرن. آره فرض کردیم که میگم اگه فیا با هم برابر باشن هم این معادلات من باید درست در بیاد. یه حالت دیگه فیها میتونن هر چی باشن، حالا فیها برابر هم باشن یه حالتی از این معادله است، واسه اونم باید این مسئله من جواب درستی بده. خب پس یه من بخوام بیام در نظر بگیرم از این معادلاتی که اینجا به دست آوردم، میگم که B فی آی منهای آ فی آی به علاوه یکم باید مساوی باشه با P فی آی. نه؟ جی استارم اینه، حالا جی استارم برابر اینم هستش. این رابطه باید مساوی باشه با فی آی. از طرفی هم گفتم این خودش برابر با فی آی دیگه. این بس نتیجه میده به من که B منهای آ مساویه با P، یا اینکه B من مساوی باشه با آ به علاوه P. این یکی از اون رابطه هایی هستش که به دست آوردیم. یعنی هر جا که شما این A رو داشته باشید B به اندازه P تا از اون بزرگتر هستش. یه خاصیت دیگه هم که داره بهش میگیم خاصیت تقارنی. من یه عکس میگیرم. آره. تخته احساس سلبریتی بودم بهش دست. تختش کثیفه. بهش میگم خاصیت دوم بهش میگم حالت تقارن. حالت تقارن میگه اگه جهت حالت اول چی اسمی نداشت؟ خاصیت دوم A و B هستن. این میخوام آره خاصیت دوم A و B رو به دست ازش استفاده کنم که یه چیزی رو به دست بیارم. اگه جهت محور مختصات من عوض بشه چه اتفاقی میفته؟ خب من یه عدد پکله دارم. پکله بود رو یو ال به دی که همیشه مثبت بود. رو یو اگه جهت محور مختصات من عوض بشه برعکس میشه دیگه، یعنی این که پکله اون یو منفی میشه، پکله من منفی میشه. پس اگه جهت محور مختصات عوض بشه پی میره به منهای پی و نقشی که آبی دارم عوض میشه دیگه. نه آ چی بود؟ الان وقتی که جهت این واسه حالتی هستش که جهت محور مختصاش اینجوری هستش. اگه برعکس این بشه این دفعه فی آی به علاوه یک من میشه فی آی هم میشه فی آی به علاوه یک. پس اون ضریبی که من برای فی آی گرفته بودم بی الان چون شده فی آی به علاوه یک، به جای بی من باید آ بذارم یا به جای آ باید من بی بذارم. اینو چجوری نشون میدم؟ میگم آ منفی پی هم میشه بی پی، یا اینکه بی منفی پی من میشه ای پی. پس ضرایب من قرینه هستن. حالا اینو میبینیم الان منظور چیه؟ ضرایب قرینه هستن. خب برگردم عقب ببینم این آبی چی هستن. این آبی رو من قبلا به دست آوردم. اون جایی که اومدم در مورد حل دقیق صحبت کردم و یه جی ای رو به دست آوردم. جی ای این بود دیگه اف ای فی پی به علاوه فی پی منهای فی ای تقسیم بر اکسپوننشیال پی ای منهای یک. خب من اینو بیام نگاش بکنم با این روشی که رفتم. فی پی من میشه فی آی من، فی ای من میشه فی آی به علاوه یک من. پس من ضریباشو اگه جمع بکنم همون ای و بی رو دارن به من میدن دیگه. برای مثلا این فی پی رو اگه بیاید فی ای که
ساده تر هست، میشه فی آی به علاوه یکم که قرار بود که ضریب آی من بشه دیگه. من نمودارش رو بکشم. من میگم که پی ای من مساوی میشه با پی ای اکسپوننشیال پی ای منهای یک نداره تقسیم بر این الان کجا نمیشین؟ اینو الان میگم بچه چجوری نوشتمش. یه دونه ای دارم، اینم بنویسم دوتاشو با هم میشه پی ای تقسیم بر پی ای منهای یک. خب اینه که نگاه کنید قرار شد فی ای من بشه فی آی به علاوه یکم دیگه، نه؟ پس من ضریب فی آی به علاوه یکم یه دونه فقط اینجا این فی ای رو دارم. پس ضریبی که برای این فی ای هم دارم میاد به جای آی من قرار میگیره. حالا اینجا همون جایی است که من به خاطر اون منها رو گذاشتم. این منها هستش، میاد این ضریبش رو خب این رابطه که من نوشتم برای جی استار نوشتم دیگه، تو صورت ضرب در یه دلتایی شد، تو مخرج اومد تقسیم بر یه گامایی شد، نه؟ حالا همین اینو من ای رو ضرب در یه دلتایی بکنم تقسیم بر گاما بکنم، همین پکله میشه. این مخرجم همین میشه. پس ضریب فی ای که فی آی به علاوه یکمون هست یا همون ایه برابر با این مقدار میشه، نه؟ برای بی هم همینطور. بی حالا چه ضرایبی داره؟ یکی اینو داره یکی این که حالا من بخوام بنویسم این بیاد تو صورت ضرب بشه میشه یه اف ای دارم فی پی ای پی منهای یک به علاوه فی پی تقسیم بر ای پی منهای یک. این فی پی با این فی پی ساده میشه، چیزی که میمونه همینه. البته بعد اینکه ضرب در دلتا تقسیم بر گاما شد و اف ای ضرب در دلتا تقسیم بر گاما میشه دی من که میشه پی من که میشه پکله من. از اون طرفم بقیهش هست دیگه، این ای پی تقسیم بر ای پی منهای یک. پس ما قبلا اومدیم A و B رو به دست آوردیم تو حل دقیق. حالا من بدون این که بیام اول این خواصو که براش نوشتم، بدون اینکه بیام بدونم A و B چی هستن اومدم نوشتم با توجه به اون دانشی که خودم داشتم. گفتم تو حالت کلی من میتونم بیام اینو اینجوری بنویسم، یه مضربی از این دوتا بنویسم، بعد یا نمیدونم مشتق به این صورت بنویسم. حالا حواسم هستش که این دوتا خاصیت هم دارن و اینا. اینجا اومدم دیدم با توجه به اون حل دقیقی که داشتیم اینا رو چجوری به دست آورده بودیم، اون فرمت اینا چه شکلی بود. خب من این نمودارا رو که بیام بکشم یه همچین چیزی میشه. این نکته رو دارم، این یه همچین حالتی رو دارم. این هم یه همچین حالت. خیلی بد شد، این متقارن باشه اصولا. یه شما متقارن ببینینش.
این بی پی ای ها هستن، این ای پی ای های من هستن. خب خاصیت اول چی میگفت؟ میگفتش که هر چیزی که A هستش علاوه یه پی ای بکن باید برابر با B باشه دیگه. خب درسته دیگه نه بچه؟ این الان به علاوه یه پی بشه، به علاوه یه پی بشه این مخرج مشترک بگیرین، پی ای میاد ضرب در این میشه، یه پی ای میاد و ضرب در منهای یک میشه، منهای پی ای با پی ای ساده میشه میره، مخرج همونه، صورت میشه پی ای ایکس بی. یعنی هر چی که اینجا من دارم از نقطه آ به علاوه پی ای کنم جوابشو برای بی من به دست. این همونی هستش که از رابطه اول به دست آوردم اینجا. گفتن بی من برابر میشه به آی به علاوه پی. پس اینجا تو اون حل دقیقی هم که داشتیم دیدم این آره درست هستش و اینجوری هست. اون یکی تقارن، میتونم بگم تقارن نسبت به پی ای باید داشته باشه دیگه. الان اینجا نگاه کنید، من رابطه دیگه که به دست آوردم گفتم آی منهای پی باید برابر بشه با بی پی. آی منهای پی چیه؟ آی منهای پی اینجا هستش، بی پی چی هست؟ اینجا هست. یعنی این تیکه باید برابر با این تیکه باشه. میبینیم که آره اون تقارنه رو داره. آره این خاصیت دومشو داریم میگیم. گفتم این حالت تقارنه به من گفتش که آی منهای پی هم باید برابر با بی پی باشه. میخوام ببینم اینجا دارن میبینم، هم شهودی میبینیم هم حالا تو معادلش هم نگاه میکنیم. این الان آی پی هستش، پی هم منفیه دیگه. خب این به من میگه که اگه پی من این پی که اینجا هست و یه مقدار مثبتی بگیرم، آی منفی پی که میشه این قسمت من باید برابر باشه با بی پی هام که تو این قسمت هستن. این داره اون تقارن نسبت به پی ای رو به من نشون میده. حالا من بخوام اینجوری هم نگاش بکنم، فرض کنید که اینجا پی ای به سمت منهای چی میگن؟ اگه این پی ای من منفی باشه این کار باید بکنم، یعنی بی میشه منهای پی ای یک به اکسپوننشیال پی تقسیم بر یک به اکسپوننشیال پی منهای یک. حالا این مخرج مشترکی من بگیرم، یک منهای ایکس پی میشه تو مخرجش، تو صورتش که این دو با هم ساده میشه من. بچه دنبال میکنید چیکار میکنم؟ چیکار کردم؟ من الان اومدم تو بیم به جای پی ایام گذاشتم منهای پی ای. من به جای پی ایام بذارم منهای پی ای باید برسم به جواب آ دیگه، نه؟ باید برابر بشه با آ. حالا من اومدم به جاش تو اینجا به جای پی ای منهای پی ای گذاشتم، ای به نمای منهای پی ای میشه یک بخش برای ای به نمای پی دیگه. این همونی است که نمیشم. اینجا تو مخرجش هم همین کارو براش کردم، مخرج مشترک گرفتم، اینجا اینه و صورت رو دیگه ننوشتم چون جا نبود، یه دونه یک بخش برای ایکس بی پی هم دارم دیگه. این میاد با این ساده میشه، چیزی که موندش منهای پی ای تقسیم بر یک منهای ایکس بی پی هستش. این منفی بیاد اینجا، همین جمله میشه ایکس پی منهای یک، صورت هم میشه پی ای، یعنی میاد میرسم به همون ای پی که داشتم. اوکی؟ همون بود دیگه، میشه پی ای تقسیم بر ایکس پی منهای یک. اگه جایی واضح نیست بگید، اگه کار خاصی نگم. منها گذاشتم اومدم اصلا به هم میخواستم این دومی رو به صورت فرمولی نشون بدم، از شکلش هم که معلومه.
که اگه پیامون منفی باشه میخوام یه فرمولاسیون کلی به دست بیارم دیگه. بیام بگم حالا اگه پی ها منفی باشه من چجوری میتونم اینا رو بنویسم؟ اینجا تقارن در منحنی نسبت به پی ای که خاصیت دوم این نمودار ببخشید بی بر حسب تکله میگم فرض کن که پیات کوچیکتر از 0 باشه. اگه پیای من کوچیکتر از 0 باشه من از اون رابطه اولیه که به دست آوردم B مساوی بود با A به علاوه P همینقدر میتونم من بگم A مساوی است با B منهای P دیگه فرقی که نداره اون رابطه اولیه اینو به من مثلا AP میشه BP منهای P. حالا رابطه دومی به من چی میگه؟ میگه BP مساوی هست با A منهای P. پس من میام اینجا مینویسم A منهای P منهای P. وقتی که پی من کوچیکتر از 0 هسته من حالا برای اینکه دیگه این پی رو برام مهم نباشه می‌نویسم A قدر مطلق پی می‌نویسم A قدر مطلق پی منهای پی و کار خاصی نگم این سری فقط دارم این معادلات رو می‌نویسمش. پس من میتونم به جای AP بنویسم A قدر مطلق P به علاوه بیشینه منهای پی و 0. یعنی اگه حالا پی من منفی باشه که اینجا نوشتم این میشه منفی پی میشه یه عدد مثبت که میاد بیرون همین منفی پی میشه که منفی پی هم دوباره اونجا مثبته دیگه چون پی منفی داشتیم به این صورت می‌نویسمش. همین کارو دوباره برای بی پی میتونم بنویسم. برای بی پی میتونم بنویسم پی به علاوه ای پی. حالا به جای ای پی همین رابطه‌ای که اینجا به دست آوردم رو میام میذارم. ای پی رو به دست آوردم. بچه اینا نیومدن هیچ کدوم. گفتید بهشون؟ پیامم دیدم. من خودم اومدم بیرون ولی اگه بودن میگفتن نه؟ بودن اینجا میگفتن که ما بیرون اومدیم نه؟ شما ریکورد دارید میکنیم دیگه؟ من ریکورد میکنم آره اونو میذارم براشون حالا میگم حالا فردا نگه چون به صورت اداری باید آنلاین برگزار بشه نه کسی هم نیست که منتظر باشه. حالا ما امیدمون از دست نمیدیم اینجا هستیم. خب این ای پی که به دست آوردم و دوباره میام اینو میذارم براش یه پی دارم یه دونه اینجا بیشینه دارم یه پی میتونه بیاد این بیشینه میاد جمع میشه پی منهای پی میشه 0 پی به علاوه 0 میشه پی یعنی من به این رابطه رو میتونم به این صورت بنویسم ای پی به علاوه 0 و پی. پس این رابطه ای بودش که من برای بی پی هم اومدم به دستش آوردم. حالا دو تا رابطه دیگه هم ما داشتیم. پی هم چی کارش کردی؟
پی رو جمع کردم. این اومدش با این پیه باید با اینا جمع بشه، در هر صورت با جواب این باید جمع بشه دیگه. میتونه بیاد توش جمع بشه، بعد ماکسیمومش وقتی که دوتاش هم به علاوه پی میشن اون ماکسیموم اثر نداره که نه. این علامت ماکسیمومه دیگه. خب بعد من این دارم یه 3 به علاوه ماکسیموم 2 1. خب من حالا دوتاش هم بیام 2 به علاوه 3 1 به علاوه 3، این دیگه اثری رو اون ماکسیمومه نداره که نه. اگر الان ماکسیموم بالا 2 ماکسیموم پایین 5. خب نه دیگه اینم بیاد بیرون میشه 5 دیگه. آها ماکسیمومی که میاد بیرون همونه دیگه. یه هرچی هست اینجا بالاخره بزرگتره میاد بیرون. حالا برای یه مقداری ثابتی بشه باز بزرگتره داره میاد بیرون. مثلا اینو آوردم اینجا که ساده تر بشه شکلش. خب این 2 تا رابطه هم داشتیم. گفتم جی استارم میشه بی فی آی منهای آی فی آی به علاوه 1. بی رو میتونم بنویسم پی به علاوه آ رو میتونم بنویسم بی منهای پی. میام جی استار رو به 2 شکل می‌نویسم. یه بار به جای آ به حسب بی میذارم، یه بار به جای بی به حسب آ میذارم. یه جا کلا به حسب آ می‌نویسم، یه جا کلا به حسب بی میام می‌نویسمش. خب از میشه یکی جی استار منهای، اگه بیام بر حسب بی بنویسمشون میشه منهای بی به علاوه پی. پس یه دونه بی دارم، یه دونه مثبت پی دارم. بنویسم بچه‌ها دیگه همین دو منها در منها میشه مثبت پی در فی آی به علاوه 1 میاد این ور تساوی میشه منهای پی فی آی به علاوه 1. اون ور تساوی چی میشه؟ میشه بی فی آی منهای فی آی به علاوه 1. یستر منهای پی فی آی. همین کارو برای آ هم میتونم بکنم دیگه. میشه آ فی آی منهای فی آی به علاوه 1. همین کارا دارم انجام میدم به یک فرمولیسم انتهایی برسم. خب بیام اینا رو یه ذره ساده تر کنم. میشه جی منهای جی استار چی بود؟ جی استار ضرب در یه گامایی شده بود، ضرب در دلتایی شده بود تقسیم برای گامایی شده بود دیگه. یعنی الان من اگه به جای پکله‌ای که دارم بنویسم اف دیوم حالا اینجا پی من برابر بود با یه اف دیومی دیگه. پی کلا پکله برابر بود با اف دیوم. حالا دیا میاد ضرب میشه، دی ضرب در جی استار من بشه همون جی همو به هم میده دیگه. اینجا هم که همون اف هم میمونه و اون برای تساوی هم یه دی میاد. آیه منهای فی آیه علاوه 1. جی منهای اف فی. همین کار رو واسه اون یکی هم بکنم. این میشه دی آ فی آیه منهای فی آیه علاوه 1. حالا من به این یه رابطه 2 ستاره.
من این رابطه رو به دست آوردم، یعنی من جی رو هم اومدم بر حسب این بیام به دست آوردم، هم بر حسب آ به دست آوردم. حالا تو این شکلی که دارم بیام چگونه جریان ها رو به دست بیارم. مثال همیشگی که حل می‌کنیم اینجا P بود، اینجا W بود، اینجا E بود، اینجا خط کنترل E، خط کنترل W. من میدونم جریانی که از یه جا عبور میکنه وارد جای دیگه میشه، یعنی رونده J به رونده X هم گفتم باید مساوی با 0 باشه اگه منبعی نداشته باشیم. این رابطه رو قبلا اومدم نوشتم دیگه، وقتی که جی اومدم تعریف کردم به عنوان جریان کلم، اومدم اینم تعریف کردم و رونده جی به رونده ایکس دی ایکس هم مساوی میشه با 0 و این به میگه که جی دبلیو من باید مساوی باشه با جی ای. نه، جریانی که از یه جا داره خارج میشه برابر میشه با جریانی که به جای دیگه داره وارد میشه، یعنی وست و ایست هم باید جریان‌هاش یکی باشه. جریان‌ها رو اینجا دارم، بیام جاگذاری بکنم برای قسمت غربی میشه FE فی ای به علاوه دی ای پی ای در فی پی منهای فی ای. چیکار کردم؟ اومدم برای این حالت فی پی ها رو فی آی گرفتم، فی ای ها رو فی آی به علاوه 1 در نظر گرفتم. قسمت چپم چی میشه؟ نه این راست، اون چپ راست قسمت راست معادله که این مساوی با حالا اختلاف اینا مساوی با 0 باید بشه دیگه. مثلا این ور بنویسم میشه F W فی پی اینم حواسم هست که پکله اینجا ای رو دارم، اینجا پکله دبلیو رو دارم. در فی دبلیو منهای فی پی. حالا برای قسمت دومم این برای شار عبوری از ای هستش، برای شار عبوری نه درست گفتم دیگه، این منظورم این قسمت سمت چپ شکلم بودش اومدم بعد قاطی شد با این شار عبوری از دبلیو تو اینجا فی دبلیو میشه فی آی و فی پی هم مساوی میشه با فی آی به علاوه 1. کاری نکردم، مثل جاگذاری کردم. جمله که داریم می‌نویسیم و چیکار می‌کنیم؟ اینا برای چی؟ اینا رو دارم می‌نویسم که بیام برسم به این جمله که من اینا رو جمع کنم. رابطه ای که دارم میشه ای فی ای بر ای دبلیو فی دبلیو. اون فی های دبلیو پی و ای ها رو که بیام جمع کنم به اون رابطه کلی که همیشه داشتیم میرسیم. ولی با چه ای پی و اینایی با ای هایی که شدن منهای اف ای یا اینکه میتونم به این صورت بنویسمشون دی ای پی ای به علاوه به جای ای اومدم جاگذاری کردم. ای هم اینجوری شده، ای دبلیو همین شده دی دبلیو پی ای در پی ای
دبلیو بی پی دبلیو رو داشتم اینجا به دست آوردم دیگه. اینجا بود، اینجا که اومدم اینو نوشتم به جای این بی پی ای اومدم از این رابطه جاگذاری کردم. یعنی یه رابطه کلی دارم برای ای هم به دست میارم، برای ای دبلیو هم همین کار دارم میکنم. برای ای دبلیو هم میشه دیگه اینجا اف دبلیو ندارم، دی دبلیو خب یه دی ای دارم که ضرب در اینا میاد بشه، دی ای ضرب در پی ای من بشه، پی ای بود یه اف به دی دیگه، دیا با هم ساده میشه، صورت یه دونه اف میمونه. یعنی الان من میتونم بنویسم ای من میشه دی ای ای پی ای علاوه منهای اف ای و صفر. دارید به اون هدفمون نزدیک. A P E W و F W صفر. و از معادله من اومدم این فرمالیسم کلی براش به دست آوردم. وقتی که من دارم بر حسب ایا میذارمش که حالا ایا و بیا میدونم با هم دیگه رابطه دارن، الان این فرمالیسم کلیه، من از هیچی استفاده نکردم، فقط اومدم گفتم تو این فی وسط رو بیا بر حسب فی های اول آی و آی علاوه یک بیا به دستش بیاد و اول و آخرش بیا به دستش بیار. یکم این بود که دیگه اصلا ذهنم پرید کدوم جمله بودن. داشتید میگفتید هیچ قیدی نذاشتید از همون فی بعدی و قبلی استفاده کردیم. آره از همون فی قبلی و بعدی اومدیم فقط استفاده کردیم، قیدی نذاشتیم، فقط اون دو تا حالت خاص رو در نظر گرفتیم و از اون دو تا حالت خاص یه رابطه هایی رو به دست آوردیم که فقط از اون رابطه ها اومدم استفاده کردم. اون وسط که اومدم بهتون اون نموداره رو کشیدم، خواستم فقط بگم که اون رابطه ها وجود داره، یعنی ما حل دقیق رو نگاه کنیم اون رابطه ها وجود داشتن که آی منهای پی مساوی شد با بی پی یا اینکه آ مساوی بی مساوی میشد با آ علاوه پی، اونا فقط نشون دادم که در واقع وجود دارن. یه سری حالتهای خاص داریم ما، حالتهای خاص میشه همون داریم که قبلا یاد گرفتیم. حالتهای خاص میان چجوری تعریف میشن؟ حالت خاص برای مقادیر متفاوت ای پی ها میان تعریف میشن. یعنی حالت خاص میشه مسئله ها با ای های مختلفمون. برپس روش تفاضل مرکزی حالتی هستش که این بود دیگه، ای رو من به دست آوردم اونجا دی ای منهای اف ای رو بود، میتونستم ای رو بنویسم دی ای منهای اینا. بچه قبلا من به دست آوردم واسه همین اینجوری، این واسه اولین مسئله بود که اولین روشی بود که یادش گرفتیم اف ای و صفر.
من ای رو میتونم بنویسم منهای اف ای دوم به علاوه منهای اف ای و صفر. یا اینکه اینو به این صورت بنویسم ای در یک منهای پی ای دوم به علاوه منهای اف ای و صفر. اون موقع چی میشه؟ این هستش که همون A پی ای من میشه. یعنی اگه من به جای A پی ای ام بذارم این رابطه رو بذارم یک منهای پی دوم بذارم، جواب حالت کلی من جواب حالت خاص تفاضل مرکزی میشه. یعنی الان میخوام اینو بگم بهتون که هر مسئله‌ای که داریم، چه آپوین داریم چه تفاضل مرکزی داریم، هر کدوم از اینا که داریم هر کدوم یه حالت خاصی از این فرمالیسم عمومی هستن. این حالت تفاضل مرکزی اگه این A باشه میاییم میرسیم به همین تفاضل مرکزی که قبلا به دستش آوردیم. حالا بقیه‌شون هم هستن دیگه، آپوین برای آیه درجه هم که به شکل مشابه داریم. برای آپوین مثلا تو روش آپوین من چی به دست آوردم؟ گفتم ای میشد دی ای به علاوه اف ای و صفر. خب این به من میگه که ای پی ای من مساوی میشه با 1.